با سلام دوستان، قبل از اینکه ویدیو رو با هم ببینیم، من امروز یک در واقع مایند کوتی رو آماده کردم براتون که با هم نگاه میکنیم. تو این مایند کوت که مربوط به فریدریش نیچه است، ایشون میگه که die häufigste Lüge ist die man sich selbst erzählt. یعنی رایج‌ترین نوع دروغی است که شخص به خودش میگه، خودش رو در فریب میده. حالا این تو روانشناسی وقتی شخص میگه که خودش رو فریب میده، بعد شروع میکنه مرحله بعد فریب دادن دیگران، دروغ گفتن به دیگران، که البته ما جملاتی داریم از در واقع افراد معروف دیگه ای تو این حوزه که میان میگن جامعه رو فریب دادن خیلی راحت تر از این هستش که یک در واقع میشه گفت اونا رو متقاعد بکنی تا به نظر درست برسن. اون دیگه بستگی داره به رشد یافتگی یک جامعه، علم در اون جامعه، دانش اون جامعه. خب جوامع صنعتی، جوامع پیشرفته، مثلا تو اون جوامع مسئله متقاعد کردن مطرحه، حتی تو اونجام دردسر، اونجام پیاده سازی کردنش در واقع بحثه که حالا خیلی متقاعد حاضر نیستن بشن، بلا به دلایل دیگه. اون بستگی به این داره که جامعه هدف اصلا پذیرای بحث منطقی هستش یا خیر. اما یه ویدیو رو با هم نگاه میکنه، همونطور که من تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، هر حرفی که میشنوید وقتی راجع به یه کانتکستی باشه که تو این کانتکست خودتون نیستید، به راحتی قبول نکنید. مخصوصا اینکه ایرانیان خارج از کشور صحبتی رو گفته باشن، که این باعث این ویدیو هم اولا که خیلی معروف شده و باعث ناراحتی خیلی از بچه‌هام شده که اینقدر راحت یه شخصی میاد دروغ میگه، اینقدر راحت. حالا کلمه دروغ من نمیخوام استفاده کنم، مقدماتش میشه غیر واقعیت ها رو بیان میکنه. این خانم خودش رو فوتوگراف یعنی یک در واقع عکاس معرفی میکنه که به عنوان عکاس در 13 سالگی وارد آلمان شده. با هم گوش کنیم. کی خارج از کشور زندگی کرده؟ تو کجا زندگی کردی؟ 2 سال آلمان بودی. اونجا چجوری بود شرایط؟ انقدر گل و بلبل بود. کلا 2 سال آلمان گل و بلبل نبود. یعنی من وقتی رفتم اونجا فکر می‌کردم تو ایران نمیتونم به خواسته هام برسم. رفتم اونجا 2 سال بودم. اونجا شغلم عکاسی بود. حالا شخص نتونسته به خواسته هاش برسه. سوال اینجا هستش که وقتی شما میخواید به خواسته هاتون برسید، با یه چیزی میاد دیگه. فرض بفرمایید یک تخصصی، دانشی، علمی فلانی، یعنی شخص میره مثلا تحصیل میکنه، یا تحصیل هم نیاز نیست. شما مثلا میرید مدرک مایکروسافت میگیرید، مدرک بین المللی میگیرید، این از اون تحصیلتون هم ارزشش بالاتره. تجربه کاری، مثلا طرف میاد میگه من 4 سال تجربه کاری دارم، مدرک مایکروسافت دارم، مدرک فلانجا رو دارم، مدرک لینوکس دارم، و اینجور مسائل خیلی هم کاراش راه میفته. بعد البته در عمل یعنی یه فرصت پروبزایتی بهتون میدن، اگه نتونید خوب انجام بدید، مثلا تو حوزه آیتی، حالا حوزه دیگه من نمیدونم، اون موقع بعد اوضاع خراب میشه. ولی به هر حال وگرنه همینجوری با دست خالی بیای اینجا که نیروی کار تخصصی میخوان. خب درآمد خوبی هم داشتم و خب اونجا تونستم یه خونه بگیرم واسه خودم. بله، درآمد خوب داشته، خونه گرفته. ولی وقتی دیدم یه خونه تونستم بگیرم برای خودم و من قرار بود که برم آخر فروردین دوباره از ایران، که خب این مشکلات پیش اومد و نشد. ولی وقتی اونجا یه سری تورم داره، مثل ایران تورم داره، مشکلات داره، همه چی داره. من تورم اینجا اینفلاسیونش چیزی حدود 7 تا 8% بوده، خونه چیزی حدود 42%، البته افزایش پیدا کرده بود مثلا در شهرهای مختلف که البته درصدش هم متغیر هستش، خودتون میتونید ببینید. ولی میزان تورم آلمان نسبت به تمامی کشورهای اروپایی دیگه اقتصاد اول اروپاست. یعنی اگه بریتانیا هم جزو اروپا در نظر، اقتصاد اول در واقع میشه. از همه این کشورها بهترین میزان کنترل و خدمات اجتماعی رو داره، کنترل اقتصادی و خدمات اجتماعی رو داره. اصلا قابل بیان نیستش. نمیگم فقط ایرانه که موضوعش اینه، همه جا موضوعش اینه، همه جا گل و بلبل نیست. ولی خب منم اونجا بله، هیچ جا گل و بلبل نیست. باید تلاش بکنی، کار بکنی، پول در بیاری. تورماتی دیدم میشه چیزی که به من دختر 15 ساله فشار آورد. دختر 15 ساله فشار آورد. سوال، حالا من راجع به این سن که خیلی مهمه با هم بحث می‌کنیم. من اذیت شدم. ولی تو با 2 سال عکاسی در آلمان تونستی خونه بخری؟ آره تونستم خونه بخرم. چرا بود اومده؟ خب حالا اینجا نگاه کنید. من اول راجع به قبل از اینکه جلو بریم، راجع به سن ایشون صحبت بکنیم. ببینید دوستان، کسی ادعا میکنه تو 13 سالگی به آلمان اومده، آخرش میگه 2 سال اونجا 15 سال میشه، 15 سالگی دیگه. میدونی در 13 سالگی به عنوان کودک اصلا حساب میشن. کودک 13 14 ساله با رضایت والدین کارهای سبک مجازه که انجام بده. میدونستید این رو؟ یعنی فقط نگهداری حیوانات، کمک های سبک اداری هستش. حالا کمک سبک اداری مثلا تو نتو و لیتل اگه قبول کنن میتونه شخص بره، یا بعضی از شرکت ها هستن بندگان خدا میرن بچهای 14 15 ساله، به خاطر اینکه یه 200 300 یورو 400 یورو بالای بودن 500 الان نمیدونم چقدر شده اینجا، تا اون حدی مثلا یه کمک پولی داشته باشن برای خودشون، یه چیزی برای خودشون بخرن بندگان خدا. بچه‌هاشون هم همه پرتلاشن، بچهای این آلمانیا و اروپایی‌ها. کار تمام وقت یا شغل عادی برای فرد 13 ساله مجاز نیست دوستان، مجاز نیست. اینو بدونید.
پس گزینه اول یا صحبت اول فراموش کنید. 2 ایشون یک شخص میتونه عکاس بشه؟ بله 13 تا 15 ساله به طور تئوری بله. کجا؟ مراسم عکاسی بره عکس بگیره، یه 20 یورو 30 یورو بهش بدن، چه میدونم شبکه اجتماعی فعالیت بکنه، یه پول کمی بگیره. فریلنسر باشه اصطلاحاً، فریلنسر، حالا علمی خیلی بخوام بگم فریلنسر، اونم فریلنسری که یه درآمد کمی داشته باشه. ولی این استخدام واقعی و عادی نیستش. استخدام و انگشتلته نداریم آقا. حالا برگردیم روی این سوالی که قبل از اینکه آقای اون بنده خدا اون کیه من نمیدونم، والا این صحبت میخواد بکنه جواب بده، که فکر کنم شما فهمید که ایشون داره واقعیت رو نمیگه. بذارید بهتون بگم، وقتی ما صحبت خیلی راحت ماشین حساب باز کنید بچه‌ها، بزنید 100,000 یورو، فرض که خونه 100,000 یورو باشه، که البته وونونگ خونه نیست، اینا وونونگن. هاوس معمولا بالای 300 400,000 تا 600,000 تا حالا بالاتر است، حالا بماند. فرض کنیم مثلا واقعیت 100,000 یورو، 100,000 یورو رفته خونه گرفته. حالا 100,000 یورو یعنی ماهی 4166 یورو تقریبا. تقسیم بکنید به 24 ماه، درآمد شخصه. ببخشید میزانی است که ذخیره کرده و باش مثلا این خونه رو خریده. حالا فرض کنیم پایان 2 سال خریده یعنی این همه رو 2 سال ذخیره کرده بعد خریده. وسط 2 سال که خریده باشه که اصلا داستان مطرح یه چیز دیگه میشه. 2 اینکه شما وقتی 4166 تا فرض کنیم که ذخیره داره میکنه، یعنی نتو درآمدش 5-6 هزار تا، چون 1000 تا دیگه هم داره دیگه، 1000 تا دیگه مثلا مخارج دیگه شو میده، مثلا همون دوربینش رو حرفه‌ای باید بگیره، چه میدونم همش 1000 تایی رو ماهیانه هزینه جاریه. اینجا هزینه ها کم نیستش که، حقوقا بالایی، از اونم هزینه ها بالاه. 1000 تا فرض کنیم که اضافه ده، یعنی 5200 یورو نتو داشته باشه کفشا. 5200 شما در نظر بگیرید این نتوه ها، ما کلمی داریم به نام بروتو، یعنی حقوق اصلیتون. حقوق اصلیتون میشه بالای 8-9 هزار تا، 7000 تا، بالای 6-7 هزار تا میشه. حالا هرچی میدونید این یعنی چی؟ این یعنی شخص به عنوان یک متخصص در یک پروژه دولتی صنعتی که با هواپیما این ور اون ور میره داره کار میکنه. این واقعیته. پس این صحبت ایشون واقعیت نداره. خلاصه بهتون بگم واقعیت نداره، کاملا غیر واقعیته، کاملا. یعنی بچهای آلمان میشنون میخندن، کامل میخندن، حالا میخندن مؤدبانه ترینش، شاخ در میارن واقعا. بعد مسئله بعدی سوم، آیا مسئله پس گفتیم سومین مسئله این هستش که نمیشه 100,000 تا باید اینقدر حقوق بالایی داشته باشه، نمیشه. چهارمی بازم یه مشکل دیگه اینجاست. حالا فرض کنید 100,000 تا یورو، 100,000 یورو هم جمع که از آسمون اصلا اومد، اوکی، aus Himmel gefallen، از آسمون افتاد، اوکی. بعد مشکل بعدی این هستش که شما سنتون پایینه، نمیتونی فرترتر گزتریشو فرترتر میخوای، مگه 15 سال 14 ساله میتونه خونه بخره؟ مگه گزتریشو فرترتر میاد به عنوان در واقع کنار شما، مثلا خدمتتون عرض شود که در کنار شما باید باشه تا بتونی خونه رو تهیه بکنی. پس بچه‌ها دوستان عزیز باور نکنید اینو شما میبینی اینجا، حالا مثلا معروف شده این ویدیو که بنده خدا قیافت الان چهره‌ام نگاه کنید داره جوری که در واقع چشاش بزرگ شده و فلان و واکنش مجری، خودش هم فهمیده که جوری که ایشون در واقع غیر واقعیت گفته رو طرف مقابلم قبول نکرده. یادم داشتم به پول ایران میشد 200 میلیون در 2 سال. خب تو 2 سال 200 میلیون درآمد. ماهی 200 میلیون. خب من تو ایران دوره‌اشو دیده بودم، بابا منو فرستاد اون من کارو کردم اونجا. ایشون 13 ساله بوده دوره‌اشو قبل دیده، مثلا چند 10 سالگی رفته دوره شدم و خب پول خونه‌مو تونستم در بیارم. ولی خب وقتی یه سری تورمات که دیدم اونجا رو من فشار میارم. یعنی چقدر مثلا ماهی در میآوردی به یورو؟ به یورو بخوام بگم الان یادم نمیاد. یادش نمیاد. یعنی نمیتونه 100,000 تا رو تقسیم بکنه به بگه که مثلا 4,000 تا من اینقدر دادم، حداقل 6,000 تا دارم بمونه. آقا این اصلا اینقدر داستان داره این حرف. مگه ما چند صد سال پیشه؟ نه خب نه جدی یادم راست میگه، ما چند صد سال پیش هستش، فراموش کرده همه چی رو. که چقدر بود؟ حالا میگه 200 میلیون دیگه. 200 میلیون بوده ولی خب اصلا یادم نمیاد که اونجا چقدر. ولی خب اگر به نظر حرف منو قبول داری؟ نه خب ریاضی نگاه کنید وقتی یک شخص در یه جمله صحبتی میکنه و بعد میگه حرف منو قبول دارید، یعنی میفهمه که طرف مقابل حرفش رو قبول نکرده، نیاز به تایید طرف مقابل داره، چون برای خودش هم فهمیده که این طرف مقابلم فهمیده که داره واقعیت رو نمیگه. تو در ماه چقدر درآمد داشتی؟ من موقعی که رفتم آلمان 13 سالم بود. رفتم اونجا. بدتر. الان واقعا یادم نمیاد، من حتی عکاسی هم یادم رفته. عکاسی هم یادش رفته.
حالا چی از زندگی آلمانم یادم نمیاد. ریست فکتوری مطمئن ریست فکت این بنده خدا اون آقایی که اونجا اون طرف نشسته بود تو این ویدیو، اون فهمید این داره واقعیت نمیگه، قشنگ گفت ریست فکتوری کرده. یعنی داره میگه بابا پس فراموش شد همه چی، یعنی یه داستانی رو مطرح کردی بعد زدی زیرش گفتی دیگه فراموش کردم چی شد اصلا یادم نیست ولی خریدم. خونه خریدی؟ مطمئنی اینم همینو میگه، داره دیگه. نگاه کنید کار به جای رسید که خود مجری هم حتی داره واقع این داستان زیر سوال میبره. اون که مطمئنم ولی واقعا یادم خونه کجاست الان؟ آره میدونم. خب پس یه جوری مجری بهش گفتش که دیگه جمعش کن. آخه مگه میشه تو میگی من 200 میلیون در میآوردم؟ آره میدونم. دوستان عزیز این فکر نکنین یه مورد اینجوری هستش. باورتون میشه من چقدر از اینا روزانه دیدم و میبینم، که البته الان کمتر میبینم و میشنوم چون ارتباطم با ایرانی ها و مردمی که از خاورمیانه اومده خیلی کمتر دروغ میشنوم. البته این به این معنی نیستش فقط کسایی که از خاورمیانه اومدن دروغ زیاد میگن، نه اینجا هم میگن، ولی واقعیت رو بهتون بگیم اونا کمتر دروغ میگن اینا هم دروغ میگن، ولی نه به اون حدی که مثلا افرادی که تو از خاورمیانه میان دروغ میگن. متاسفانه این مسائل و حالا خالیبندی ها، مثلا حالا فارسیش میشه خالیبندی دیگه، ممکنه دردسر هم براتون به وجود بیاره. میدونید چرا؟ چون شما با یه راهنمایی اشتباهی مثلا یه مسیر رو میره، خیلی پیش اومده برای خیلی از بچه‌ها من دیدم راهنمایی اشتباه بهتون میکنن خارج از کشور، وقتی که ایران هستی بیرون کانتکسی که اصلا خبر نداری. آقا اومده مثلا میگه من دکتر فلانی هستم رفتم خارج از کشور، دکتره میاد اینجا کار نمیتونه پیدا کنه، میگن آهای دکتر مثلا دکترای فرض کنید حالا هر چی داره نمیخوام اسم ببرم، حالا نزدیک بود دیگه بگم کی اومده اینجا، طرف نمیتونه کار پیدا بکنه. دکترایی که در ایران مثلا استاد دانشگاه بوده نمیتونه کار پیدا بکنه. حاضری آهای دکتر بری بیل بگیری و نمیدونم بری توی مزرعه کار بکنی، حاضری بری یه جای جارو بزنی؟ نه آقا نمیشه که اینجور. چرا؟ چون شما باید اینجا تو این کشور دوباره یه تخصصی به دست بیاری، دوباره اکتوریزیغن بکنی که نیسه خودتون دانش خودتون رو، اینو نمیشه. ولی مثلا مدارکی از مدارک بین‌المللی، مدارکی از مثل مدرک مایکروسافت، کسایی که با نرم افزارهای خاص کار کردن و اینا سابقه کاری دارن، مدارک هم دارن، میان اینجا کار میکنن. اونم بچه‌هایی که میان به عنوان تخصص کار میکنن، چه در این کشور در کشور دیگه. حقوقی که میگیری درسته که به پول ایران خیلی میشه، ولی از اون ور مخارج اینجا هم خیلیه ها. حالا بماند، یعنی ما دو تا کانتکست رو با هم مقایسه نکنید دوستان. اصلا مقایسه هم کردنش اشتباهه. چرا؟ چون تو اینجا هزینه ها به یورو، درآمدم به یورو هستش. خب بنابراین شما میتونید راجع به این جامعه صحبت بکنید و بعدم بله اگه شما کار خوب داشته باشید، درآمد خوب داشته باشید میشه، ولی نه اینکه پرش بکنید. پرش اقتصادی نداریم. یه روالی رو آروم آروم میرین جلو، شقیط فشقیط، آروم آروم میرید جلو. بماند حالا. ولی در این بیان عده بسیار زیادی از این اینواندرون، کسایی که اومدن ناموفقن، عده بسیار بسیار زیاد. چرا؟ چون شخص اومده اینجا، ببین خوشگذرانی اینجا هزینه داره، میخوای برو خوشگذرانی کن برو، ولی پول میخواد، خیلی پولم میخواد. بعدم از اون طرف جامعه هم هستش که خوشش نمیاد از اینجور آدما که معمولا از کشورهای خارجی اومدن و خوشگذرانی میکنن، چون اون آلمانی 8 ساعت داره کار میکنه، از 18 سالگی شروع کرده به کار کردن، رفته تحصیل کرده داره کار میکنه و این میبینید اینا چقدر سخت کوشن. نه تنها آلمانی، همه کشورهای اروپا تقریبا اینجوریه، فرانسوی هم اینجوریه، آلمانی هم، بریتانیا هم اینجوریه. حالا بریتانیا من نمیدونم، کشورهای دیگر رو نمیخوام خودم حرف خودم رو تصحیح میکنم، کانتکست های دیگر من نمیخوام صحبتش کنم، همینجا رو دارم میگم. اینجا که من دارم زندگی میکنم میبینم چقدر زحمت کش هستن اینا. هستن خارجی از زحمت کش هم داریم، ولی از بیرون کانتکست اطلاعات اشتباه بهتون میدن، داخل کانتکست هم اشتباه بهتون میدن. متاسفانه این دیگه خیلی جالبه. اطلاعات اشتباه تو کانتکست بهتون میدن، باعث سردرگمیتون میشن، ولی تمام این مشکلات همه نتیجه یک چیزه، یک جامعه‌ای که دیلوژنال هست. شما یک جامعه رو نگاه کنید دوستان، جامعه ما مشکل داره، مشکل فرهنگی داریم، ما قبول نمی‌کنیم. اگر مشکل فرهنگی نداشتیم که وضعمون این نبود که. ببین مشکل فرهنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قبول نمی‌کنیم که مشکل داریم. شما وقتی یک جامعه رو میای
مشکلاتش رو نمیبینی، آنالیز نمیکنی و نمیبینی که این جامعه دیلوژنال هستش، متوهمه. جامعه متوهم جامعه هستش که فکر میکنه من ایرانی که از ایران اومدم تافته جدا بافته در جامعه غربی هستم. یعنی غربی ها میان میگن اوه ایرانی تو بهترین هستی بین این خارجیایی که از خاورمیانه اومده، در صورتی که در عمل بچه‌ها میان میبینن نه خیر اینطوری نیست و عملاً هم تافته جدا بافته نیستش و برخوردی هم که با همین بچه‌ها میشه بسیار بسیار شاید نه تنها بهتر از بقیه نباشه، بدتر از بقیه هم ممکنه باشه به خاطر مسائل مختلفی که حالا من نمیخوام اینجا باز بکنم. ولی در مجموع دارم بهتون میگم جامعه متوهم اینه. ما اگه میومدیم از روز اول میومدیم میگفتیم آقا جان ما مشکلاتی داریم، مشکلی داریم به نام مشکل خود بزرگ بینی، مشکلی داریم به عنوان مشکل این که توی جمع بشینیم اغراق بکنیم که کار به جای رسید تو جمع تو تلویزیون یه برنامه من نمیدونم تلویزیونی که افراد دیگه هم میبینن، حالا میگن یه جای در وسط هستش 4 نفر نشستن یه خالی میبندن، ولی وقتی اینجوری باشه دیگه همه میبینن آبروریزی میشه دیگه. خب مثلا اون افغانیش هم میبینه دیگه میگه آه ایرانی دروغگو، اون میبینه دیگه اونم فارسی متوجه میشه میگه دروغ زیاد میگن. شنیدم حالا بماند. ولی دوستان عزیز الان ما توی دنیایی هستیم که دنیای اطلاعات هست، اخبار خیلی راحت میاد، خیلی راحت ما میفهمیم که خیر اینطوری هم نیست، افراد زیادی اومدن در خارج از کشور، عده زیادشون موفق نبودن، عده کمی بود. همه اینها قابل در واقع میشه گفت اطلاعاتی هستش که شما از دنیای خارج میتونید بگیرید در حال حاضر. دیگه اون دنیای بسته در واقع اطلاعاتی که یک نفری مثلا یک چیزی همینجوری مطرح بکنه، مونولوگ یه چیزی بگه، تموم شده دیگه. الان بچه‌ها هستن مثلا شما این حرفی که میزنی میدونی ایرانیایی هستن در اینجا دارن بندگان خدا کار میکنن، آسو بیلدنه هستش کار داره میکنه، اون آقایی که مثلا و یه عده زیادی مثلا ناموفق در این کشورها، به خاطر همین شخص برمیگرده. من دکتر بودم 3 سال در کلان کشور زندگی کردم، برگشت. بله برگشتی چون ناموفق بودی، نتونستی ادغام بشی، زبان اون کشور رو یاد نگرفتی. اینا رو به شما نمیگن، نتونستی کار پیدا بکنی. آقای دکتر بوده، متخصص بوده، رفته الان مثلا بیل داره میزنه یه جایی، داره یه جایی رو جارو میزنه. خب این که نمیاد به شما بگه که دوستان عزیز اند تخصصشون مثلا فلان این هستش که مثلا بره خدمتتون از شبکه که سوشال دینس انجام بده، کارهای سطح پایین انجام بده. یه عده قبول نمیکنن، میگن به شخصیت من نمیخوره اصلا فلانه. یه عده میان میگن که میرم قبول میکنم این رو در واقع انجام میدم، شاید بتونم در واقع تو این بین یه بهانه پیدا بکنم، یه جوری خودمو بندازم تو یه کار بهتری، از یه کار به کار دیگه برم، یه خورده کسب درآمد کنم. همه اینا هست. ولی افراد ناموفق زیادن. افراد ناموفق هم ممکنه برگردن یه سری صحبتایی رو بکنن، افرادی هم ممکنه اینجا باشن یه زندگی متوسط داشته باشن، اغراق بکنن. این اغراق مثلا ویژگی های در واقع جامعه ماست که در واقع خیلی بزرگ نمایی میکنیم، خیلی میبریم بالا یه سری چیزا رو، همچین اغراق میکنیم، صحبتایی میکنیم. اینا مشکلات فرهنگی ها، اینا مربوط به این بنده خدا نیست. شما گفتم وقتی در این جامعه زندگی میکنید و با ایرانی ها در تماس هستید یا با مردم خاورمیانه کلکم اجمعین، اینجور داستانا خیلی زیاد میبینید. به خاطر همین ارتباطات کمتره اینجا و این افراد موفق هم بچه‌ای هستن که کمترین میزان ارتباطات رو داشتن و اینو فکر نکنید به خاطر این هستش که مثلا افراد میگن چرا جامعه ایرانی اینجوری از هم جداست و فلان. نه، اینا به خاطر همین مسائل است، چون شخص میدونه که مثلا اطلاعاتی هم که اینجا به دست میاره تو همین کانتکست معمولا اشتباهه، به درد نمیخوره، بنابراین میره مسیر خودش رو میره. به هر حال مثبت باشیم، همه مثبت باشیم، تلاش بکنیم. فقط نکته که بهتون میگم هر حرفی که میشنوید و باور نکنید به راحتی، حتی حرفایی که من دارم میزنم، اوکی؟ راحت باور نکنید. فراموش نکنید ویدیوی ما رو لایک بکنید و عضو کانال ما بشید. موفق باشید هر جا که هستید.